سلام، به کانال خودتون بیتیونیکس هلپ خوش اومدین. این اولین ویدیوی ما در کانال بیتیونیکس هلپه. خب ما اول یک توضیح بدیم که در این کانال چه کارهایی میخوایم انجام بدیم و بعد بریم ویدیوی اولمون رو شروع کنیم. ما در این کانال قرار قدم به قدم از صفر تا 100 که نمیگن، از صفر تا هر جایی که لازم باشه صرافی بیتیونیکس رو کامل براتون باز کنیم و آموزش بدیم تا شما راحت کارهای مالیتون رو در این صرافی امن انجام بدیم. از صفر از ثبت نام تا بحث احراز هویت و بحث لاگین کردن و خیلی کارهای دیگه که مثل واریز دارایی، برداشت دارایی و چارت، اینا همه رو کامل براتون باز میکنیم. در کنار این یک سری تحلیل ها و اخبار ارزهای دیجیتال رو هم نیز براتون میذاریم. خب بریم سراغ آموزش اولمون. آموزش اولمون نحوه ثبت نام در صرافی بیتیونیکس در سیستمه که ما میایم قدم به قدم با هم دونه مراحل رو انجام میدیم تا شما ببینید چجوری باید در این صرافی ثبت نام کنیم. خب بیایم روی صفحه نمایش تا ببینیم چجوری ثبت نام رو باید انجام بدیم. خب شما تو اینجا سرچ میکنید bitunixhelp.com، وارد سایت ما میشین. ما به عنوان تولید کننده محتوا برای این سایت قشنگ اینجا ما مقالات داریم و دونه بدونه قشنگ صرافی رو براتون باز کردیم. خب اینجا که وارد شدین شما روی ثبت نام در بیتیونیکس کلیک میکنین تا از طریق ما ثبت نامتون انجام بشه. این کار یک سری مزایا داره، این که بهتون یک بونوسی داده میشه، اینجا نوشتین $20 بونوس بهتون داده میشه که شما نمیتونید برداشتش کنید، فقط میتونید در تریدتون و کارهایی که دارین استفاده کنید. همچنین براتون کارمزدها هم پایین تر میاد، یعنی اگر از طریق ما ثبت نامتون رو انجام بدید. پس اینجا روی ثبت نام در بیتیونیکس کلیک میکنیم. خب صفحه ثبت نام سایت بیتیونیکس براتون میاد. بیتیونیکس دو روش گذاشته برای ثبت نام. یک روش از طریق ایمیل که شما ایمیلتون رو وارد میکنید، یکی هم از طریق شماره تلفن که حتی برای ما ایرانی‌ها هم گذاشته و ما میتونیم از طریق شماره تلفن رو هم ثبت ناممون رو انجام بدیم. ولی به نظر من و توصیه میشه که با ایمیل انجام بدین، چون اگر با شماره تلفن انجام بدین در سالهای آتی خب کشور ما چون تحریم داره ممکنه شماره تلفن ها برداشته بشه و دچار مشکل بشین. پس ما ثبت ناممون رو از طریق ایمیل انجام میدیم. خب ایمیلمون رو اینجا ما وارد میکنیم، ایمیلی که داریم، و بعد اینجا پسورد از ما میخواد. یک پسوردی بذارین که هم سخت باشه و فراموشش هم نکنید، یعنی یه جا یادداشت کنید که فراموشش نکنید. 8 تا 32 کاراکتر باید باشه، شامل عدد، حروف بزرگ و کوچک و علامت باشه. خب پس ما پسوردمون رو وارد میکنیم، دونه دونه هر چی که وارد کنیم اینجا برای ما سبز میشه. وقتی کامل برای ما سبز شد، خب اینجا میگه قوانین بیتیونیکس رو قبول باید بکنید تا بتونید ثبت نامتون رو انجام بدید. این تیکش هم میزنیم و ساین اپ رو میزنیم. یک چند لحظه صبر میکنیم. به ما یک کپچا میده که ببینه ربات هستیم یا نه. این فلش ها رو دونه دونه باید بزنید. اینجا میگه بالا اول بزن، بعد پایین رو بزن و بعد این سمتو و بعد اوکی رو میزنید که تایید میشه. میره مرحله بعد. در این مرحله از ما یک کدی رو میخواد، کدی که به ایمیلتون فرستاده تا وریفای کنه برای ما رو. اینجا وامیستیم این کد که برای ما اومد رو، این کد رو کپی میکنیم و اینجا واردش میکنیم تا وریفای انجام بشه.
یک چند لحظه صبر میکنیم، پیام سکسس اومد، یعنی با موفقیت شما وریفای شدید. حالا از ما میپرسین آیا نیاز ما احراز هویت کنیم؟ این صرافی احراز هویت رو از ما نمیخواد و ما میتونیم راحت معاملات خودمون رو انجام بدیم و این برای ما ایرانیا یک نقطه مثبتیه و راحت میتونیم بدون احراز هویت کارمون رو انجام بدیم. البته اینم بگم این احراز هویت نداشتن به این معنا نیست که امنیتش زیر سواله، نه. این صرافی حالا در آموزش های بعدی ما براتون باز میکنیم که این صرافی چرا امنه کامل. بعد این داشبوردی که براتون میاد دونه دونه، حالا اینا رو ما براتون باز میکنیم چی هستن، چی جوری ان، پروفایلتون رو براتون کامل باز میکنیم و همه اینا چی ان رو تو آموزش های بعدی بهتون خواهیم گفت. اینم از آموزشی که ما داشتیم و قشنگ قدم به قدم براتون این صرافی رو ثبت نام، یعنی در این صرافی رو براتون باز کردیم. اگر سوالی داشتین حتما برای ما کامنت بذارین و ما به سوالاتتون حتما پاسخ میدیم. آموزشی دیگر، بدرود.